یکی از بزرگترین چیز حدیث سنن آمدگی امام ماجه و امام احمد از حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کرده میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. یعنی یهودی ها شما با همین دو چیز به حسد کردن، یگون چیز به خیلی حسد کرد، چون این چی همین بعد از سوره فاتحه الله گفت آمین میگوید و چیکار میکنید، یعنی یکدیگر به سلام میدید. هر باری که میبینید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این خیلی چیز یهودی ها به نیست. همین چیز به وای ها چی حسد میکنن، یعنی تمنا میکنن که وای ها به من باشد. یعنی برای ما اهل اسلام این چیه، این شعیره باید که چیکار کنیم، یعنی این چیزا بسیار نشر کنیم بین خودمون. برای این حدیث ترمذی ده اومدگی حدیث عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه، وقتی که عبدالله بن سلام میند پیش از مقدم رسول صلی الله علیه و سلم به مدینه، یکی از احبار یعنی علماهای یهود بنو قینقاع بود. مدینه ده سه قبیله بود، گفتیم که قبیله بنو قینقاع و بنو نظیر و بنو قریظه بود. عبدالله بن سلام یکی از عالمان بنو قینقاع بود، یکی از عالمانی که بود یعنی بنو قینقاع بود. همیننده میگوید که وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم آمد مدینه به قدیم رسول صلی الله علیه و سلم انجفل الناس یعنی انجفل الناس الى رسول صلی الله علیه و سلم و هم یقولون قدم رسول الله قدم رسول الله قدم رسول الله. آدم‌ها همه زده برآمدن کوچه به، همه میگوید که رسول الله آمد، رسول الله آمد علیه الصلاه و السلام. و وقتی که فنظرت میگوید الى وجهه، میگوید نظرت الى وجه رسول صلی الله علیه و سلم فعلمت ان وجهه ليس بوجه كذاب. یعنی من نگاه کردم میگوید روی رسول صلی الله علیه و سلم، نگرم حقیقتا روش روی کذاب نه، بلکه عالم که خودش میدوند روش روی عالم نه. اول میگوید ما قال، یعنی اول ما قدم الى المدینه قال یا ایها الناس، چه گفت؟ افشوا السلام، افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا بالنیام و الناس نیام. سه چیز گفت. یعنی چه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ سلام نشر کنید بین یکدیگر، سلام نشر کنید و اطعام کنید، یعنی گوسنه‌ها به طعام تید، گوسنه‌های خورانید و شب‌ها نماز خونید. آدم‌ها چیند؟ خوابند، در حالت خوابشون. همین سه چیزه. تدخلوا جنة ربكم بالسلام، افشوا السلام ایها الناس، افشوا السلام، اطعموا الطعام و صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بالسلام. یعنی سلام نشر کنید، جاری کنید بین یکدیگر، سلام چی کنید و طعام تید و نماز خونید شبانه، حالا که آدم‌ها خوابند، به همین که شما جنت به می‌درآیید. اما سلام باید که چی جاری کرده شود بین برادرها. یعنی این حقیقتا این چیز، یعنی بین برادرها نمیبینید همین چیز، یعنی باید که این چیز زنده کننده کار. هر باری که انسان دید، هم به حتی حدیث مسلم اند اومده که حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه مسلم میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم که لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم قالوا بلى یا رسول الله قال افشوا السلام. یعنی میگه شما جنت به نمیدارید تا که ایمان نبیارید و ایمان آورده نمیتوانید تا که یکدیگر را دوست ندارید. میخواهید که من شما به یک چیز تعلیم دهم که همین چیز کنید، شما یکدیگر چی میکنید؟ دوست میدارید. بین شما چی محبت پیدا میشد، بین شما چی پیدا میشد، یعنی بین شما ها محبت پیدا میشد. گفتن ها گفت که رسول صلی الله علیه و سلم سلام بین یکدیگر چیکار کنید؟ جاری کنید. و همین زیاده زبیر، امام احمد از حدیث زبیر ابن عوام روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که لقد دب الیکم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء میگوید، اما البغضاء و بغضاء میگوید الحالقه، لا اقول حالقه تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. سنه بامن حدیث میگوید والذی نفسی بیده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا افلا ادلكم على شيء فعلتم تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله صلی الله علیه و سلم قال افشوا السلام. یعنی گفت که علیه الصلاه و السلام شما ها هم پیشینه امت ها با اومدگی کسلی اومد شما با این چیه؟ این دو چیز، حسد و بغضا، بدبینی، یکدیگر بد میبینید. مسلمان لیکن بینش چی بدبینی. برای چی؟ حسد، بدبینی گفت یک برادر بی یگون اساس بد میبینید، برای یک کار دنیاش بد میبینید، یا که برادر از
یعنی ملت شما نه، یا که قبیله شما نه، یا که منطقه شما نه، یا که شهر شما نه، یا که ولایت شما نه و بد ببینید. این کسلیه که گفت هم پیش اومد با اومدگی یعنی نه برای دین شد بد ببینی بد میبینی، لیکن برای دنیا برای چی وای برادر بد میبینی؟ برای که وای از قبیله من نه، یا که وای از شهر من نه، یا که وای از رنگ من نه، یا که وای از ملت من نه، یا که وای از ولایت من نه. چی خیلی میشد؟ این گفت رسول صلی الله علیه و آله همین چیز بدبینی گفت حالقه چی؟ تراشنده. من نمیگم که سر میتراشد، لیزه چی خیلی میتراشد سر. وقتی که به لیزه میتراشد سفید میشد، مو نمیمونه. علمی خیلی گفت موی نمیتراشد، گفت این بدبینی. چی میتراشد؟ گفت دین میتراشد. دینت میبرد، دینت بین میبرد. والله گفت رسول صلی الله علیه و آله قسم میخورد که شما جنت در نمیدارید حتی که ایمان نبیارید و ایمان نمیبیارید حتی که یکدیگر را دوست ندارید و برای دوست داشتن چیکار کنید؟ گفت سلام نشکر کنید با یکدیگر بین یکدیگر. هر باری که دیدید برادر السلام علیکم گویید، هر باری که دیدید السلام علیکم گویید. وای باید که در جواب دید شما با علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لا شک سلام انده مثلا این چیز عبادت سلام مثلا هر یک که گفته که تو به 10 بار السلام علیکم گفت 10 بار و رحمت الله گفت 20 بار و برکاته گفت 30 بار اجرش میشد. نه